انتخاب بیشتر، زندگی سخت‌تر. ما بی‌نهایت حق انتخاب داریم. روزانه در مقابل هر اتفاقی که توی زندگیمون میفته میتونیم تصمیم شماره 1، تصمیم شماره 2 یا تصمیم شماره 1000 رو بگیریم. برای هر چیز کوچیکی این همه حق انتخاب داشتن خیلی هیجان انگیز به نظر میرسه. انتخاب پارادوکسه. همونقدر که داشتنش ارزشمنده و تقریبا برای همه ماها طبیعی شده، حضورش باعث استرسه. حالا میپرسین چجوری؟ انتخاب چجوری میتونه باعث استرس بشه؟ هر چقدر شما آپشن های بیشتری داشته باشین، احتمال اینکه یکی رو انتخاب کنید که از بقیه‌شون بدتر باشه و آپشنی وجود داشته باشه که از چیزی که شما انتخاب کردین بهتر باشه خیلی بالا میره. مقایسه‌ای که شما قبل از انتخاب میکنید باعث استرس میشه و چیزی که پشت بند استرس میاد پشیمونیه. سارتر هم میگه با انتخاب‌های بیشتر بحران وجودی بیشتری برای آدم به وجود میاد. شما فکر میکنید که فقط دارین یه قهوه رو از توی منو انتخاب میکنید، ولی چیزی که دارین انتخاب میکنین هویت خودتونه. به خاطر این فکر که هر کدوم از انتخاب‌های ما هویت ما رو تشکیل میده، ما معمولاً به جای انتخاب کردن فرار میکنیم. به جای اینکه به یک آدم و به یک اتفاق و به یک کار متعهد بشیم، یا دوست داریم همه چی رو انتخاب کنیم یا از ترسمون هیچی رو انتخاب نمی‌کنیم. از داشتن همه چیز دچار آشفتگی میشیم و هیچ چیز رو انتخاب می‌کنیم. امروز یه چیزی رو انتخاب کن و بدون اینکه نگران آپشن‌های دیگه باشی، با همون یه دونه چیز جلو برو. توی ویدیو بعدی می‌بینمت. فعلا